اومدید بالاخره به پارت دوم ساختن خونه. بچه متاسفانه مپمون قبلی پاک شد. کل ماینکرافت هم رسید به کل میده. خب خوبه بچه، من نصفشو از اول ساختم و اومدیم ادامه شو بسازیم. تو این ویدیو یه خونه دیگه هم آموزش میدم. برو بریم سراغ ویدیو. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حالا بریم سراغ ویدیو. خب بریم ادامه شو بسازیم. خب میریم برای سقف بچه ها. در بذاریم این که نه سفید. اول سفید امتحان میکنم. خوشگل میشه نه؟ خوبه حالا شیشه میاریم. اول سقف میاریم. برای سقفمون چه نوع سنگ نیاز؟ یه ادعای میگه 2 نوع چوب یه رنگ داریم که یکیش اینجا و اصلا وقتی بیایم اینجا میگفت یارو پرطرفدار. خب چیزا اسلوا کنم باچه واقعی یا فیک؟ فکر کنم برای جوان، نمیدونم. خب میریم برای همون چیزی که خودمون رفتیم برای ساختش. تصمیم خیلی سخت بسار. به نظرم یک ای رنگ بزنیم، یکی ای رنگ بزنیم. خب اول از همه میان کنار خونه. 1 2 تا 3 تا 4 تا اینجور میذارید. اول هر سفید بیامش که هر نوع پلنگ هم دوست داشتیم میتونیم بزنیم. حالا ما این پلنگ بزنیم. بعد میان زیرش پنجره. یکی طوری میذاریم. این یکم اینطوری اینو میگه. دو تا رو اینجا اینطوری میکنیم. بچه ها آموزش یه قلعه خفنم میذارم، اگه دوست داشتین اونم ببینین. آموزش ساخت یه قلعه که به نظر خفن میرسه. پارت دهم میذارم. خیلی سخته. 2 بلاک از اینا گذاشتیم. حالا اینجا که شروع میکنیم. بچه جلوی بیور گرفت. ایور رو پنجره نذاریم بچه، اشتباه. رکب خالص. بچه جدیدن ها دیگه ادیت هم میکنم ویدیو رو. حتما دیگه بازدید فقط از الان ببریم بالا. ممنون میشم. خب اینجا الان یکم بهتر شد. میریم توی اینورتوری اینو بزنیم کنار. پله رو بده بای بچه ها چقدر گرمه. آرام آتیش میگیرم. وای وای آتیش میگیرم. رکب خوردیم بچه ها در حد تیم ملی. این وری با گذاشته شد. اینطور درستیم. باز داره میدیم. نه 2 ردیف که نه. یا ردیف از اینا میذاریم.
بعد باز فقط 2 تا ردیف از همین ها میزنیم تا دفعه همین طوری باشه. اصلا کاری به این طور بودنش داریم طوری باشه بهتر میشه. طور خیلی زشت میشه بچه، قبول دارید؟ اصلا واقعا فوجه میشه. دست از زدناش بر نمیره. الان بهتر شد خدای. خب این اولی زیری ها رو میزنیم. منطقه 3 سایبونه یه چیزی که این خونه یارو میشه باش چیزا. خب یک کاری هم میشه که بچه ها برای خوشگل شدن خونه خودتون میتونین 2 بار اینو بیارین پایین یا این کار کنین. این کار به نظر هر نظر که خودتون دوست دارین. من که آموزش که دارم میدم به نظر اینجوری بس بینیم خوشگل شده کلش رو بکشم. چیزی که از این طوری بچه ها خوشگل تر میشه. میتونه آره خوشگل تر میکنه مثلا خونه رو. همین خوبه. میریم برای این طرفش بچه هم. این طرف هم مثل قطبایی برای من چکنم. بچه اون طرف هم مثل همین طرف همین کارا کنه. اگه دوست داشتین میتونه هم 2 تا پلاکر هم بزن یا همون 2 تایی بیاین پایین. خب ما میریم اون ور رو میزنیم مثل همین ور و برمیگردیم. خب بچه من کار انجام با دست من رخ گیر باید دست من بده. این باشه برامویت مشکلشم برامویت. یه لحظه من صفحه گوشیم غلط چی میکنم این. خب بچه ها اوکی کردیم با. خب حالا میریم برای بخش روی. یکی مشکی میزنیم برای زودتر کار تموم شدن. 2 بخش پیش بچه ها وسایل خونه رو خودتون هم میتونیم بزنین. حالا من دیگه نمیدونم مثلا نمیکشم. اینجا دیگه چیزی نمیذاریم. یکی لوکس بودن خونه ها باید خونه میدونی چیه بچه ها اینه که 2 طبقه است و خیلی بزرگه. خیلی سخته.
ستای زیر کنیم بعد بچه اینجا دیگه مثل زیر اونا رو زیر اون نمی کنیم. آره اگه بچه با این ویدیو به 100 تا لایک یا 100 تا بازدید برسه یه ویدیو میذارم که تا 30 میلیون بلاک همینطوری میرم و چون که آخر ماینکرافت پیدا میکنم یه چیزی بهتون آزمایش بهتون یاد میدم که اون ویدیو بچه خیلی خفنه و لایک ها رو به 100 تا برسونین تا زودتر 30 میلیون بلاک رو همینطور بریم. گیر افتاده یه دونه اینطوری این زیرش میکنیم یه دونه این چون ما تو سبک ویدیو کوتاه نیستیم کلا درسته 10 تا بازدید گرفتم اون ویدیو که میمه خب ولی ما تو سبک ویدیو کوتاه نیستیم کلا فقط ویدیو طولانی شاید میخوام بدون اولین بار که من ماینکرافت بازی کردم کی بوده موقع که کلاس سوم داشت تموم میشد الان کلاس پنجمم یعنی کنم یه 2 سال و 2 با امسال میشه 3 سال آره نه آخره کلاس دوم دست میشه 4 سال من ماینکرافت نه اگه هر سری رو دوست داشتین تو کامنت ها فقط کافیه تو کامنت ها بهم بگین و منم سری رو بیشتر کنم مثلا بگین چند فصل باشه تنها سری هایی که ازشون خیلی خوشم میاد یک خوشم خیلی میاد بذارم ازشون ویدیو این سری رو خیلی باش نیستم ولی سعی میکنم 2 روز یه ویدیو ازش بذارم و حالشو ببرید
بچه ها من کار تا آخر انجام میدم. دوتای بالش هم با سفید بشه. خب بچه ها اینجا رو همینطوری که پیشرفت انجام ده. خب حالا باید بیایم زیرشون هم اینطوری کنیم. گفتم با زیرش تو شاید من زیر اینا رو همین کار میکنم و برمیگردم. خب بچه الان میبینین که کامل شد. الان خیلی کامل شد. بالا و اینجاش هم همینطور، اینجاش هم اینطور بزنید. خب حالا شیشه هر رنگی دوست داشتین. حالا من ساده میارم. اول اینجا شیشه ها رو پر میکنیم. مثلا واقعا خودم فکر نمی‌کردم چطور میشه با همچی دیزاینی برای. خب حالا اینجا رو با شیشه بذاریم. اینجا رو که شیشه زدیم. حالا برای میریم برای سقف. 2 طبقه است دیگه خونه. خب ولی اینجا جای پورتال 1 2 3 طوری نیست. اینجا رو چه ابسیدیان میاریم. سینام و اینا هر دیزاینی که دلت چه دیزاینی میدم به خونه بیاد دیگه. اوکی فندک رو بعدن نمیزم بیرونی نمیزم اینجا. ویدیو طولانی شد بچه ها ببخشید. این ویدیو گفتیم یه خونه یه چیز دیگه هم میسازیم ولی ویدیو چون طولانی شد نمیتونیم. پارت بعدی حتما یه چیز بعد بچه دیگه پارت یه چیز بسازیم. و این یه خونه که نصف شد از به بعد دیگه نصف شد حل میکنم که دیگه نصف خونه نسازیم. اینطوری اینجا رو نور میذاریم همینطور. برای رفتم کردیم باید 2 راه کار داریم. نرده بود بچه ها با یه بلاک مثلا خاص طوری مثلا خاص درد بیدرمون.
خاص کیلو چنده. من این چوبه رو میارم به نظر. تو رو میذارید فاسیا فندک میاریم تو خونه فندک رو یا خونه اون کلی و اونجا هرچی دوست داشتید بچه میتونید بذارید. خب این دیزاین کار رو ببینید. خب بچه ها این شد از این خونه که ساختیم. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکاتون حتما به 100 برسن که 30 میلیون چانک 30 میلیون بلاک رو بریم و برسیم به وردر ماینکرافت و ببینیم اونجا چه کار خفنی که من گفتم میشه. دیدین که اسلبا رو نمیشه برم چسبوند اینطوری. آره دیگه، ولی وقتی اونجا برسین با یه کاری میشه یه کاری کنید. پس اگه دوست دارین اتفاق بفهمید حتما لایک ها رو به 100 برسونین. تا ویدیو بعدی، بای بای.